بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه بقره سوره مدنیه هست. 286 آیه و 40 رکوع. بزرگترین سوره قرآن عظیم الشان و از اون سوره هایی که بعد از هجرت نازل شدن، از اون سوره های اولیه هست، یعنی بعد از هجرت این سوره نازل شده. سوره های مدنیه هستند که در آخر عشره بعد از هجرت نازل شدن، ولی سوره بقره از اون سوره های هستند که بعد از هجرت اول نازل شدن. این سوره مبارکه با سوره فاتحه چه ربطی و مناسبت نامی و معنوی دارد؟ ربط نامی چون روی سخن در این سوره مبارکه بقره با یهود است که در مدینه منوره و حول و حوش مدینه منوره قبایلی از یهود ساکن بودند و به انتظار پیغمبر اکرم نشسته بودند. خب از نظر نام فاتحه با بقره و آل عمران و نساء، حضرت مولانا حسین علی رحمه الله از در قرآن عظیم الشان که جای دیگر ما نشنیده ایم و ندیده ایم شاید باشد، اینه که سوره ها را با نام هم ربط و مناسبت میدن. در سوره فاتحه گفته شد ایاک نعبد و ایاک نستعین. در سوره بقره لا نعبد البقره، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میگیریم. گوساله را عبادت نمی کنیم و از گوساله استمداد نمی کنیم کما عبدت الیهود، چنانچه که یهود گوساله را عبادت کردند. ما گوساله پرست نیستیم، گاو پرست نیستیم چنانچه یهودی ها بودند. ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا نعبد المسیح لا نعبد العیسی کما عبدت النصارى، یا لا نعبد آل عمران. سوره آل عمران میادنی ما فقط تو را عبادت میکنیم. ایاک نعبد، لا نعبد آل عمران، آل عمران را عبادت نمی کنیم چنانچه که عبدت النصارى، نصارى آل عمران را عبادت کردن. فقط تو را عبادت میکنیم. بقره لا نعبد البقره ولا نعبد آل عمران کما عبدت اليهود والنصارى و نؤدی حقوق النساء. حقوق زنان را هم ادا میکنیم. سوره نساء هست نه؟ لحظه وقتی فقط تو را عبادت کردیم، گاو و آل عمران را به عبادت نمی کنیم، حقوق و حق زنان را و حقوق صاحبان حق را ادا می کنیم، لحظه انزل علینا مائدة من السماء، یک سفره پر از نعمت در دنیا و آخرت بر ما نازل بفرما. این ربط نامی این سوره ها را تا اینجا حضرت مولانا بیان کرده. خب از نظر ربط معنوی سوره بقره با فاتحه چه مناسبتی دارد؟ در سوره فاتحه از خدای عزوجل به فرمان خودش هدایت طلب شد که اهدنا الصراط المستقیم. این هدایت مراد هدایت تشریعی، دوام علی الهدایت، ایصال المطلوب بود. یک هدایت فطری که الله تعالی به همه داده، به دامه ها داده، داده ها داده، حشرات داده، اون هدایت فطری الهی به جای خودش. لیکن هدایت تشریعی که انبیاء و صدیقین و شهدا را عنایت کردی، همون هدایت تشریعی را به ما عنایت بفرما و ما را بر آن هدایت ثابت قدم نگه دار. اکنون در سوره بقره
الله تعالی می فرماید اون رهنمودها و اون هدایاتی که به نبیین و صدیقین عنایت شده است، اون تشریح هدایت در این کتاب است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. اون هدایات لازمه که بر آن هدایات انبیاء علیهم السلام و صدیقین و شهدا و صالحین پایبند بودن و به مقام رسیدن و به ولایت ها و درجات عالیه نائل گشتن، همین کتاب هست که شما را به سیرت طیبه نبیین که صنف اول منعم علیهم هست و به راه صدیقین و شهدا و صالحین، همین کتاب رهنمای کامل هست. شکی نیست که برای متقیان درجه یک نبیین و صدیقین و شهدا این کتاب هدایت نامه ای هست. لذا بچسبید به همین کتاب که شما را در راه نبیین و در راه صدیقین و شهدا خوب رهبری می‌کند. در سیرت و اعتقاد و اعمال نبیین شما را این قرآن رهبری می‌کند. هدی للمتقین هست. شکی نیست این قرآن از جانب رب العالمین. در سوره بقره، در سوره فاتحه تذکره سه جماعت اجمالی بود: منعم علیهم، مغضوب علیهم و ضالین. الله تعالی در ابتدای این سوره اوصاف منعم علیهم را ذکر کرد. اذا الذین یؤمنون بالغیب تا هم یوقنون، اوصاف بیان شد برای منعم علیهم. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. ثمره دنیا و آخرت آنها بیان شد. گروه دوم مغضوب علیهم بودند، از ان الذین کفروا سواء علیهم تا سر رکوع لهم عذاب عظیم. اوصاف مغضوب علیهم را بیان شد. از و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. اوصاف ضالین را بیان کرد، منافقین را، اونهایی که راه را گم کردند، بین راه کفر و بین راه ایمان حرکت میکنند، هر جا مساعد برای خود هر راهی را از دو راه کفر و ایمان دریابند به همون جاده میزنند. اگر راه کفر مساعده میزنند تو جاده کفر، اگر راه ایمان مساعده میزنند تو راه ایمان. حالات اینها تا آخر رکوع دوم بیان شد و بعد از آنجا دیگر دعوای سوره هست و موضوع اصلی سوره هست. در این مقدمه حالات سی گروه را تفصیلا قرآن عظیم الشان بیان کرد، صفات سی گروه را بیان کرد و خطرات آنها را و خطر سنگینتری که به مسلمان ها به متقین ضربه وارد میکرد کاری منافقین بود. دو مثال هم برای اینها ایراد کرد، یا دو تا مثال، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، یک مثال برای کفار، یک مثال برای منافقین. و بعضی اعتقاد دارند که هر دو مثال برای منافقین هست. خوب حال آنها را در یک رکوع تشریح کرد. در رکوع اول حال متقین و مغضوب علیهم را، در رکوع دوم فقط حال ضالین را که یک فرقه بسیار خطرناک و دو رنگ و دو راه بود، بین دو راه اقامه کرده و اتخذوا بین ذلک سبیلا. در سوره فاتحه دعوای بگوید انسان ها ایاک نعبد، این موضوع سوره، فقط تو را عبادت می کنیم. چرا؟ دلائل در این ذکر داشت. چرا تو را عبادت می کنیم؟ در سوره بقره بعد از دستور اکید اعبدوا ربکم، انسان ها همه شما، عرب و عجم، سیاه و سفید، یهودی و نصرانی، مجوس، همه انسان ها خدا ربتان را فقط عبادت کنید. چرا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. این همه دلائل و ارائه داد. چرا عبادت کنیم الله را؟
چرا رب را تنها عبادت کنید؟ دلایل برای این مطلب داد. اونجا فقط دستور بود که بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا برای اجرای این دستور مقتضی اجرای دستور را اینجا بیان کرد، یعنی دلایل برهان بیان کرد که به این دلایل شما رب را عبادت کنید، بس یک کسی را عبادت نکنید. در سوره فاتحه ربط چهارم فقط دعوا بود که بگید ایاک نعبد، تو را عبادت میکنیم. انواع و اقسام عبادت را در سوره بقره بیان که عبادت چیه، که تو را فقط عبادت میکنیم. انواع و اقسام اون عبادت را در سوره بقره بیان کرده که بابا عبادت رکوع است، سجود، طواف، نداء، نذر، نذورات، قربانی، این همه عبادت را تشریح کرد. جهاد، انفاق، این همه عبادت را در سوره بقره تشریح کرد. انواع و اقسام عبادت ها را به عناوین مختلف الله تعالی در سوره بقره به ما آموزش داده. دستور بود که بگید ایاک نعبد، فقط تو را عبادت میکنید. اقسام عبادت بیان نشده بودن در این سوره مبارکه، اقسام عبادت را الله تعالی بیان میکنه. در سوره فاتحه بیان معبودیت خدای متعال بود که معبود خدا هست و ما همه عابدیم. در سوره بقره بیان عبدیت هست، بیان عبدیت چطور عبدها تسلیم بودن، ابراهیم خلیل الله چطور تسلیم بود، حضرت یعقوب چطور تسلیم بود، دیگه انبیاء علیهم السلام چطور تسلیم بودن. بیان معبودیت در سوره فاتحه بود که الحمدلله رب العالمین، این معبود هست به خاطر رحمان رحیم مالک یوم الدین. بیان معبودیت خدا بود. حالا بیان عبدیت در اینها هست که چطور حضرت موسی از خدا اطاعت کرد، حضرت ابراهیم از خدا اطاعت کرد، دیگه انبیاء علیهم السلام، و چطور بندگان صالح الهی و من اهل الکتاب منهم، از اهل کتاب چطور عبادت کردن چطور نکردن. لذا بیان عبدیت، اونجا بیان معبود بود، اینجا بیان عبدیت است که به چه کیفیتی از خدا اطاعت کردن. در سوره فاتحه بیان الوهیت خداوند بود که او معبوده. بس در سوره بقره بیان رسالت آن حضرت می باشد. بیان رسالت پیغمبر علیه السلام چه وظایفی دارد؟ یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. بیان رسالت رسول الله در سوره بقره هست. اعتراضاتی که بر رسالت پیغمبر وارد شد دلایل برای این مطلب داده شده که این رسول بر حق است، چرا کتابی بدون مثل و مانند ارائه می کند، این معجزه زنده و پاینده را در اختیار دارد، این دلیل هست که او پیغمبر است. در سوره بقره بیان رسالت بود، اونجا بیان الوهیت بود. 6 رب در خدمت شما عرض کردم. خب الان بیاییم به خلاصه این سوره که در این سوره مبارکه خلاصه سوره بقره اثبات اصول اربعه مهمه که هر یکی از این اصول اربعه برای اصول قبلی حیثیت خادم را دارد. خلاصه سوره بقره اثبات اصول اربعه بسیار مهمه که هر یکی از ثانی برای ما قبل خودش به حیثیت معین و به حیثیت خادم هست. اون اصول اربعه که در این سوره بیان توحید،
صداقت رسول، جهاد، انفاق فی سبیل الله. 4 مسئله مهم در این سوره بیان میشن. اول توحید، بعد رسالت، بعد جهاد و در آخر مسئله انفاق. خادم توحید رسالت هست. رسالت به خاطر اینه که توحید بیان میشه، بزرگی خدا و حق خدا احیا بشه. انسانها ترک کردن، نبی موظف هست که انسانها را به عبادت خدا دعوت بدهد و برای اثبات این دعوا و این دعوت دلائل بدهد، معجزه ارائه کند و برای اثبات رسالت که رسالت پیغمبر پذیرفته شود با منکران رسالت باید جهاد و انفاق بشه. جهاد و انفاق خادم رسالتن، برای اینکه نبی تایید بشه، برای اینکه نبی دعوتش نشر و پخش بشه، باید در برابر مانعین دعوت نبی و مانعین ارشاد نبی با قوت قهری جان و مال فدا کنید تا بتوانید پیام پیغمبر را با خود پیغمبر یا بدون پیغمبر به جهان عرضه کنید. جهاد برای اینه. کفار نمیگذارند دعوت و تبلیغ و ارشاد را، لذا شما با قوت قهری که وقتی آمدید شهر را تسخیر کردید، همه مردم گوش به فرمان شما میشن و از شما میشنوند. شما وقتی رسول را با اخلاق زیبا و با اعتقاد زیبا و با اعمال زیبا در وجود خود عملا به اینها نشان میدید که بابا اسلام دارای این حقوق هست، دارای این قوانین است، این اسلام آمده است که تا شما را از ذیک دنیا، از غلامی حکام، از غلامی دنیا بکشن و شما را به غلامی و بندگی خدا وادارند. ابتعثنا الله، اون سخنران رسول الله فرمود خدا ما را مبعوث کرده برای چه؟ لنخرجکم من ذیک دنیا الی سعتها. شما به این فرشه های بهار مرده ای، شما برای این خانه های مجلل مرده ای، شما هم غمتون دنیاه، بالاتر از دنیا تصوری ندارید. ما را خدا مبعوث کرده است که بگیم بابا همه هم غم و صلاحیت ها را برای دنیا پیدا نکنید، جهان دیگر است برای اون جهان به ادناترین چیز دنیا اکتفا کنید و برای آخرت آمادگی کنید. شبهار نباشد، مقصد شما سنگ مرمر نباشد، مقصد شما بهار دنیا نباشد، خورد و نوش دنیا نباشد، بله اینها ضرورت و مایحتاج شما هستند. همانطوری که یک ساختمانی را کسی می سازد، نیاز در آن ساختمان از همه قسمت های ساختمان مهمترین جزئی که برای ساکن اون ساختمان لازمه چیه؟ که از همه قسمت هایش لازم تره دستشوییه. بدون دستشویی ساختمان ارزش یک قرار را ندارد. پس اون انسانی که بخواهد با کمترین موجودگی ساختمان زندگی کند بدون دستشویی نمیتواند زن و فرزند و خانواده خود را ببره. پس این دنیا نیاز ما هست، مقصود ما. هیچ انسانی نمیتونه بگه که مقصد ما از ساختمان دستشوییه. همه چیز ساختمان ضرورت انسانه، لیکن مهمترین جزش همونه. میشه که ساختمان فقط دیواری داشته باشد، شما برید اونجا بشینید و یک تگردوکی سایه کنید و لیکن اگر چای و سنگی و بلای بطری نداشته باشه چی کار میکنید؟ به مشکل سنگینی گیر میکنید. با کمترین امکانات ساختمان میشه که گزاره کرد، با یک سقفی که ولو هم بالای سقف ولی هیچ چیزی هم نباشد، حتی با حیاتش. لیکن بدون دستشویی در 200 متر میخوان چی کار کنید هنگام ضرورت؟ لحظه بله دنیا ضرورتی هست، مقصودی نیست. الله تعالی برای تثبیت رسالت الله تعالی دو چیز را گفته شما انجام بدید، یکی انفاق، یکی جهاد. اول مسئله جهاد انفاق میخواد. جهاد بدون انفاق میشه، بین خاطر انفاق خادم جهاد است.
جهاد خاتم رسالت است، رسالت خادم توحید است. اصول اربعه مهمه که هر یکی از ثانی معین برای اول است، توحید و رسالت و جهاد و انفاق فی سبیل الله. جهاد انفاق تایید میکند جهاد را، جهاد تایید میکند رسول را به آن چیزی که فرستاده شده. رسول بعث بالتوحید. لہذا سوره بقره به 4 قسم تقسیم است. در هر قسم چند باب و چند نوع. 2 حصه دارد این سوره مبارکه. حصه اول تا آیه 177 رکوع 22 اولئک هم المتقون. حصه دوم تا آخر. در این قسمت اول الله تعالی 2 مسئله اساسی را بیان می‌کند، توحید و رسالت. آیه 177 اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. تا اینجا حصه قسمت اول سوره هست که مسئله توحید و رسالت بیان میشه. از یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص قسمت دوم سوره هست. بیان امور انتظامیه بیان میشن که نظم و نسخ که خود شما مرتب باشد، شما مسلمان ها با هم درگیر نباشید تا در برابر دشمن بتونید جهاد کنید و انفاق کنید. اگر مسئله خودی حل نباشد جهاد نمیشه. هر ملتی که با خودش درگیره او در برابر دشمن زبونه. چنانچه که ملت افغانستان با هم درگیر بودن، دشمنی سوء استفاده کرده از درگیری آنها و آمدن یک سری از خدا به خبرها با آنها همکارند و با سری دیگر در جنگ. و این جنگ هم ادامه دارد، شاید اگر امریکا نره تا قیامت. همچنین در عراق ملت متحدی نبود، کرد و غیر کرد از هم جدا بودند و لحاظا از نظر مذهب، از نظر ایده امریکا سوی استفاده کرد اونجا رفته و لحاظا الان درگیری ادامه دارد. یک سری با امریکا همکارند و یک سری که نمیخواهند با آنها درگیرند. بزن و بکش. اونها هم زیاد میکشند. اونها دستگیر میکنند و میبرند سر میبرند، بلکه سر نمیبرند، به پا آویزد میکنند، با پا اعدام میکنند. سخت‌ترین اعدام پا. اعدام سر یک مرتبه نخا میشه، تمام اعدام پا تا ساعتها و شبها او زنده هست و سرش پایینه و آخر به چه برگی میمیره. یکی به من گفت انگلیس ها با پا اعدام میکنن. واقعا جنایت میکنن، خبیثا. اعدام با پا سخته. پای انسانی را ببندند و دست شایر ببندند و سرش پایین بکنن، این دیگه خیلی سخت. مرد که میاد لیکن به سختی میاد و گردن هم فورا نخا میشه. با اولین جتکه‌ای که بیکشن نخاش از بین قطع میشه، گردن نخا هست و قطع میشه، مرد که فوری تمام میشه. شاید یک مرتبه پا را تکان بده یا نه. خب به پا حساب خدا میرسه، خدا نجات بده. 2 قسمت دارد. خب در قسمت اول باز 2 مضمون توحید و رسالت. تا ولا هم ینصرون رکوع 15 مسئله توحید بیان شده است و از اذ ابتلا ابراهیم ربه مسئله رسالت است. یعنی در قسمت اول از 2 حصه و قسمت لا اله الا الله محمد رسول الله تشریح شده. مسئله توحید و مسئله و قسمت دوم بعد از بیان امور انتظامی که انسان نظمش برقرار باشد تا جهاد کند و انفاق کند در راه خدا، اون امور انتظامیه را بیان میکند و بعد از آنجا لحاظا سروران گرامی مسئله جهاد و انفاق مطرح میشه. اول امور انتظامی بیان میشه، کشت کسی را او را قصاص بگیرید، در باب نکاح و در باب معاملات و از راه نامشروع مال یک دیگر را نخورید که دشمن میشید. کسی مال دیگری را ناحق بخوره با او دشمن میشه دیگه.
هیچ کسی امور انتظامیه برای این هستند که نظم شما خوب بشه و شما متحد و متفق باشید و بتوانید در میدان جهاد در برابر دشمنانتون مقاومت کنید. این یک خلاصه کلی سوره بود. حالا میاییم به خلاصه جزئی سوره. هر سوره ما قبلا به شما گفتیم که هر سوره یک دعوا و موضوع مرکزی دارد که تمام سوره به اون دعوا و موضوع مرکزی تعلق دارد، مناسبت دارد. مثال موضوع مرکزی و مثال موضوع محوری مثل ریشه درخت هست برای تمام تنه و شاخ و برگه ها و میوه ها. ببینید همه شاخ و برگ و تنه و میوه با ریشه درخت ارتباط دارن ندارن؟ همه میوه ها در هر شاخی در هر ارتفاعی باشن ارتباطشون با ریشه درخت. تنه درخت با ریشه درخت ارتباط دارد، شاخه های کوچک و بزرگ، برگه ها و گل ها با ریشه ارتباط دارد. حالا که ریشه کجای؟ زیر زمینه و میوه به فاصله 50 متر از او دوره، 100 متر دوره. درخت بسیار بزرگیه. درخت گردو رو نگاه کنید کجا شاخه کشیده، لیکن هر شاخه آن، هر برگ آن، هر میوه آن، هر تنه آن و شاخه آن با ریشه ارتباط دارد. ارتباطش از ریشه قطع، به وقتی که ارتباط شاخه یا تنه از ریشه قطع بشه اون شاخه دیگه با درخت نمیماند، فوراً ارتباطش از ریشه قطع شده، خشک شده، او را تحویل تنور میده. لحظه این قرآن تمام سوره ها یک موضوع محوری دارن، کل سوره به ارتباط دارن. حالا ما تا یک دو رکوع که میخوایم بخوانیم ارتباط رو ذکر میکنیم. خب دعوا هست یا ایها الناس اعبدوا، این دعوا سوره. قبل از دعوا مقدمه، دو رکوع قبل از دعوا مقدمه این دعوا. در این مقدمه هر دعوا مقدمه دارد. هیچ دعوایی در دنیا نیست که بدون مقدمه باشه. هیچ سخنرانی در دنیا نیست که مقدمه. کامل ترین سخنران موضوع مطرح کننده اونه که مقدمه خوبی داشته باشد برای اون موضوع و بعد دلائل خوبی هم داشته باشه برای اثبات موضوع. اون سخنران کامیاب به شمار میده. دلائل عقلی بده، دلائل نقلی بده، دلائل وحی بده. حالا قرآن عظیم الشان که سه نوع دلائل دارد، دلیل عقلی، نقلی، وحی. لذا دعوا هست یا ایها الناس اعبدوا. بعد از دعوا دلیل عقلی ذکر شده. شبهاتی که بر این دعوا وارد میشن، این دعوا را کی مطرح میکند؟ پیغمبر مطرح میکند. برای رسالت شبهات دارن، جواب میده اون شبهات را که من عرض میکنم. بعد بر اون چیزی که دلیل رسالت پیغمبر قرآن را بیان کرده، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، یک شبهه نسبت رسالت بود. الله تعالی قرآن را دلیل ذکر کرد، برای اینکه قرآن کتاب خدا دلیل رسالت پیغمبر است. خب چه دلیلی هست که قرآن کتاب خدا هست؟ ما شبهات داریم در این قرآن، در حرفهای قرآن، لذا اینها دلالت میکنن که کتاب خدا نیست. اون چیه؟ مثالهای گوناگونی، نعوذ بالله مثالهای رقیقی که در قرآن بکار رفته دلالت میکنه این کتاب رب العالمین. خدا و نام مگس، ذباب، خدا و نام عنکبوت. خدا با این ذات عظیمش نام ذباب را بگیره و نام عنکبوت را. الله تعالی فرمود ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، مثال برای تبیین حقایق است، کاری ندارد با شان مثال زن. مثال را به این خاطر ایراد میکنم که مقصد واضح بشود، مطلب واضح بشود.
موضوع مشخص بشه، واحد کامیاب در دنیا، سخنران کامیاب مقدمه مفیدی، دلایل مفیدی و همچنین مثالهای مفیدی به موضوع مطرح میکنن. این سخنران کامیاب. الله تعالی در این مقدمه قبل از دعوا آیین نامه ای را معرفی بود. برای اون دعوا آیین نامه ای را، اساس نامه ای را، قانون اساسی را مطرح می کند که برای دعوای اعبدوا ربکم قانون نامه و آیین نامه و به اصطلاح اساس نامه و قانون اساسی همین کتاب. قانون اساسی شما که دعوای اعبدوا را بپذیرید، این کتاب، این قانون اساسی شما. خب این قانون اساسی را کسی می تواند عمل کند؟ قوانینی که در این قانون اساسی گنجانیده شده اند قابل عمل هستند؟ می تواند این قانون را کسی در دنیا اجرا کند؟ می تواند این قانون را ملاک عمل قرار بده؟ در قدرت آنهایی که این قانون را اجرا کنند. قانون اساسی را ما می‌خواهیم که اجرا بشه در دنیا. برای اجرای این قانون نمونه هم هست در دنیا که کسی توانسته این اساسنامه را، این قانون اساسی را در زندگی خودش اجرا کنه و نشان بدهد در دنیا؟ میگه بله، این اساسنامه و این قانون اساسی چنان عاملانی دارد که بر این قانون اساسی عمل کردن و به صلاح آخرت و دنیا رسیدن، بر هدایت در دنیا و در آخرت رستگاران. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اوصاف کسانی که بر این قانون اساسی عمل کردن قرآن بیان میکنه. هدی للمتقین. کیا هستن متقین؟ اوصاف متقین را بیان کرد. خب اونهایی که تمرد کنن و از این قانون اساسی سرپیچی کنن، اونها به ذلت و خواری گرفتار میشن. عذاب عظیم برای آنها هست و چشم و گوش و آیین اینها هیچ چیزی ندارن ارزشمند. خب اونا ارزشمندی ندارن. حالات کفار بیانه، بعد حالات منافقین. قرآن مدعی شد که من کتاب رب العالمین هستم، من اساسنامه‌ای هستم که در من هیچ شکی نیست که از جانب رب العالمین و من متقی می سازم. شبهه وارد می شد. تورات هم کتاب رب العالمین است، متقی ساز است. انجیل و زبور کتاب رب العالمین است، چون روی سخن یهود و نصارا هستن. تورات هم متقی ساز است، انجیل هم متقی ساز است، زبور هم متقی ساز است. چه نیازی بود که کتاب جدیدی بیاید و متقی بسازه؟ اصلا نیازی نبود. اساسنامه های الهی وجود دارد، تورات وجود دارد، انجیل وجود دارد، کتب و تفاسیر تورات و انجیل از انبیا منقول وجود دارند. نیازی به کتاب جدیدی نبود. نیازی به کتاب جدیدی نبود. الله سبحانه و تعالی فرمود بله، تورات، انجیل، زبور متقی ساز بودند، لیکن حاملان تورات و انجیل چنان انحرافات، تغییرات، تحریفات در تورات و انجیل و زبور آوردند که امروز خود توراتی ها و خود انجیلی ها و خود زبوری ها هم مبهوتند که کدام قول را ما ملاک عمل قرار میدیم. توراتی ها، انجیلی ها، زبوری ها خودشان چنان تغییرات و تحریفاتی غلات آنها آوردند، بغات آنها آوردند که امروز تورات را
و انجیل را و زبور را مسخ کردند، تغییر و تبدیل کردند. یحرفون الکلمه عن مواضعه. لذا قرآن آمد که این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این کتاب شکی نیست که از جانب رب العالمین آمده است. و هدی للمتقین، همه آنهایی را که به طرف تقوا حرکت کنند راهنمایی کامل، در آن تغییری نیست. لا ریب فیه من رب العالمین، که از جانب رب العالمین میاد، در این شکی نیست. و همه آنهایی را که به طرف تقوا حرکت کنند راهنمای کامل است. تورات را بر اثر دستبرد ظالمین صلاحیت را دست داده و اون نمیتواند تمام دنیا را به طرف تقوا رهبری کند. خود توراتی ها در شک و شبهان، خود انجیلی ها در شک و شبهان. انجیلی که امروز در اختیار مسیح هست به 4 نمونه، هر نمونه دیگر را تکذیب میکند و نمیتواند دنیا را رهبری کند. کتابی میخواهد، قانون اساسی میخواهد که دنیا را رهبری کند به صراط مستقیم. قرآن فرمود این کتاب لا ریب فیه من رب العالمین، شکی نیست در این کتاب که از جانب رب العالمین میاد. و نقشی که در دنیا این کتاب دارد هدی للمتقین. باز الله تعالی سیره توراتی ها را در صدر بیان کرد. تورات وقتی آمد و منزل الیه تورات مطرح کرد، شما در جواب گفتید خب این متقیانی را که قرآن رهبری می کند دارای صفاتی هستند. تقوا که یک مسئله مجمله، اونا که به طرف تقوا حرکت می کنند شبهاتی هست. حضر من الان میخوام اونا را عرض کنم، تمام وقت گرفته میشه، من خلاصه شده را میگم. هدی للمتقین هست. تورات هدی للمتقین بود، انجیل و زبور. الله تعالی میگه اون متقیان تورات حالشون نگاه کن. وقتی که موسی علیه السلام آورد تورات را مکتوب، فوراً اینها دیدن و احکام تورات را سختن، گفتن نه ما نمیتونیم عمل کنیم. الله سبحانه و تعالی گفت خب بیار سران این یهود را، موسی بیار به طور که من با تو کلام میکنم و لحاظا آنها بشنون و بعد برن قوم خود را بگم بله این تورات همون کتابی است که خدا به موسی داده. اینا گفتم معلوم نیست موسی تو 40 روز رفتی غایب بودی، همه اینها را روی تخته نوشته کردی و آوردی برای من که خدا فرستاده. خدا گفته که ما 1/4 مال را بدی؟ بله خدا گفته 1/4 مال را زکات بدی. 40 میلیون داری 10 میلیون بدی زکات. خیلی برانا گران تمام شد. گفت خب بیا اونها را که بسیار مورد پسندن نخبگان قوم یهود را بیار تا من با تو کلام کنم و تایید کنم تو را و بعد اینها برن قوم را قانع کنن که تسلیم بشن. الله تعالی میگه متقیان تورات در وقت نزول تورات چنین حالی داشتن، اینها کجا میتونن مشعل دار هدایت بشن که به موسی گفت الله نؤمن لک حتی نر الله جهرة. زمانی تو را قبول داری که خدا را عیانا ببینی. فاخذتهم الصاعقه، اون نخبگان را صاعقه گرفت، مردن. بعد حضرت موسی التماس کرد ما زنده کردیم. بله این قرآن هدی للمتقینه. بله تا الان بر این اساسنامه، بر این قانون اساسی کسی عمل کرده درست شده؟ میگه بله. آنهایی را که این قرآن تربیت کرده است چنان متقی شدند که یؤمنون بالغیب، اونها ایمان بالغیب دارند، همه چیز را نادیده قبول دارند. جناب حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه اگر خدا همه حجاب ها را بردارد و قیامت را جلوی چشم من بیارد، بر ایمان من چیزی افزون نمیشه. چرا؟ همه چیز را من بدون دیدن قبول دارم. بله قرآن متقی که درست کرده با متقی تورات خیلی فرق دارد. توراتی صدای رب العالمین را شنید
و گفت لن نؤمن لك حتی نر الله جهرة. قرآن میگه متقیانی را که من ساختم اونها یؤمنون بالغیب، متقیانی را که تورات و منزل الیه تورات تربیت داد به آنها گفته شد که وادخلوا الباب سجدا. وقتی وارد بیت المقدس شدی در حال انحناء راس یا به در مسجد که رسیدی کفش بکشید و سجده کنید، اول نماز بخوانید بعد برید نان و برنج بخورید. اینها وقتی رسیدن به دروازه شهر یا به دروازه بیت المقدس، به جای این که خدا گفته بود که وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، اینا که وارد شدن فبدل الذين ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، به جای حطة فی شعرة گندم و جو باشد، نانی که از جو و گندم درست باشد. به جای اینها را که خدا گفت شما بگید حطة، اونها گفت حطة. وقتی قرآن گفت وادخلوا الباب سجدا در حال سجده وارد بشید، اینها روی سینه را زدن بالا و روی دبر رفتن، برعکس کردن. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. بله قرآن چنان متقیان ساخته والذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اونها اقام نماز میکنند، یعنی نماز را با تمام حقوقش ادا میکنند. من جمله حقوق که نماز دارد جماعت هست. تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. متقیانی را قرآن درست کرده، آنها در حال رکوع و سجده و عبادت شبها را سپری میکنند، روزها را سپری میکنند. به باغت آنها، به متقیان قرآن خدا میگه او دشمن متقیان قرآن، شاگردان قرآن، تربیت یافتگان قرآن، برو چشم باز تو ببین در مسجد النبی چه تماشایی. امروز که 1400 و اند سال گذشته، به خدا قسم وقتی انسان قدم در مسجد النبی میگذارد میبیند یا رکوع است و یا سجده است و یا تلاوت است و یا ذکر است، نه دهل است و نه سرنا است. دیگه بارگاه هر انسان میره یک گده شروع کردن خود را میزنن. این اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، دین اینها وازی تماشا. در این سجده ها، در این عبادت ها طالب رضای خدا هستند. این خاطر رکوع سجده طویل و عریض نمی کنند که پیغمبر علیه السلام به آنها پستی بدهد یا مقامی بدهد. به خاطر پست و مقام، به خاطر اینکه پیغمبر اینها را نگاه کند و تحسین بکند، بریک الله بگه بریک الله بریک الله بریک الله، نه، یبتغون فضلا من الله و رضوان. اینها برای یک بریک الله نماز نمیخوانند. یقیمون الصلاة، و چنان صحابه نماز میخواندند قرآن آنها را ساخته بود که در حال نماز آنها محو بیهوش میشدند. بله این کتاب، این قانون اساس نامه مصداق هم دارد، متقی درست کرده. ایمان بالغیب، از پیغمبر جنتی نمیخواهند، جهنمی نمیخواهند، به پیغمبر نمیگویند که خدا را به ما نشان بده قبول کنید. اون توراتی را گفته سجده کن روی دبر را گفت حمستون بگو، اون گفت حمستون. تورات میتواند رهبری کند. تورات اون زمانی که نازل شد این شاگردان تورات بودند، اینها میتونن مشعلدار هدایت برای جهان بشن. بله قرآن متقی میسازد که اینها مشعلدار برای جهان باشد. توراتی ها را قرآن عظیم و شان گفت، روی سخن با توراتی ها یهودی ها که انفقوا مما رزقکم الله، یا گفت اقرضوا الله قرضا حسنا. این توراتی ها گفت ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا درویش و فقیر شده، ما غنیم، خدا ما را میگه بیای من قرض بدی. عجیبه، زدن قهقهی خندیدن. وقتی قرآن آمد گفت که انفقوا مما رزقکم الله،
یا من یقرض الله قرضا حسنا در تورات، اقرض الله قرضا حسنا. اون بیمان ها گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، خدا محتاج شده از ما قرض میخواد، خدا محتاج شده ما رو میگه قرض بدید من سود میدم. لیکن وقتی به قرآن و تالیان قرآن گفته شد و به حاملان این هدایت نامه و اساس نامه گفته شد مال، یکی رفت و کل مال آورد، دیگری رفت و نصف مال آورد. کارگر مستمن آنچه که داشت مشت کرد و آورد، سرمایه‌دار چنان پر کرد و آورد که شانهش میخواد تحمل نکنه و چنان تا جایی بی انفاق فی سبیل الله اینها قدم گذاشتن که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودشان گرسنه دیگران را ترجیح دادند. این خاطر الله تعالی فرمود قرآن متقیان درست کرده و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به اینها رزق دادیم که بخوری، این از همین خوردنی خود انفاق میکنه. و رزق اون چیز میگن که انسان برای خوردن میده. الله تعالی میگه من از آنچه که اینها را برای خوردن دادم همین خوردنی ها را خرجم، بخشی را از این خوردنی ها خرجم. این صفات شاگردان این هدایت نامه هست، این اساس نامه و این قانون اساسی. بله این قانون اساسی اجرا شده در دنیا، چنین انسانهای را درست کرده، با این صفات دارن دنیا را دعوت میدن، در آنها ایمان بالغیب. حتی رسول علیه السلام تعریف کرد، در یک روایت آمده که یؤمنون بالغیب برای اون امت است که حتی پیغمبر را هم ندیدند و قبول دارند. شما پیغمبر را دیدید، ایمان شما نسبت به خود پیغمبر ایمان بالغیب، لیکن ایمان ابوبکر صدیق به پیغمبر ایمان بالغیب نبود. او دید، او با چشم میدید، با گوش سخن پیغمبر را میشنید، با دست لمس میکرد پیغمبر. لیکن ایمان این امت در حال حاضر نسبت به پیغمبر هم ایمان بالغیب، پیغمبر را ندید. یک پیری بود و مریدهایی داشت، مرشدی بود مریدهایی داشت. یک روزی یک مرید گفت حضرت اگر شما ادعای نبوت کنید این مریدها هم میپذیرند. فکر کرد که این مریدها از این مرشد خیلی اطاعت میکنند. گفت این حرف را که زده‌ای 2 مرتبه از دهن در نیاد. او واقعا اهل اللهی بود، بنده‌ای بود خدا شناس. فصل زمستان، سرمای خراسان چقدر شدیده و قنات که آب میآید از آن جایی که آب از قنات میآید بیرون هم عموما فاصله هم دارد، جوی میآید از جایی که از شاها در میآید. از اونجا بعد از نماز خفتن گفت این سطل بردار و برو جایی که آب از قنات میآید بیرون، از اونجا آب کنو بیار برای من. مرید حضرت امشب سردی فوق العاده، این سطلا که من تا آنجا ببرم و باز به دست بگیرم و بیارم، تا اینجا دست من از بین میره. شما عنایت کن الان آخر آب کسی نیست، من از این نزدیک برمیدارم. گفت نفس بگذاشتم. کسی دیگر را بود، شبی دیگر بعد از نماز خفتن این سطل آب کنو برو از اون جایی که آب بیرون میاد برای من آب کنو بیار. اونم لیتو لالایی کرد و نشد. شب دیگر کسی دیگر دید که این مرشد این 3 شبه به هر یکی از این مریدهای ابتداکار
دستور میدهد که برو از جایی که آب بیرون میآید آب بردار و برای من بیار، این لیتا و لعله میکنه. تو یکی احمقی کرد و گفت اگر شما ادعای رسالت و نبوت کنید مرید هم میپذیره، همه دنیا میپذیره. و آخر یک مریدی رفت و اونجا رفت تا بنده خدای لباس کشیده و از آنجایی که آب میاد بیرون داره غسل میکنه. بسیار تعجب کرد. برف و باران، لباس کشیده، جایی که آب از قنات میاد بیرون داره خود را میشویه. برگشت و آمد و بسیار تعجب کرد. شاید این اهل الله میخواست اینها را تقسیم بکنه. گفت عجیبه، ما که برای آوردن یک سطل آب اینقدر ناراحت شدیم. حضرت کسی را دیدی که آنجا داشت غسل میکرد؟ رفتیم که ما مستضعف بودیم و قنات بود و در ابتدای جوانی هم گاگاهی میرفتیم اونجا آب گرد میانداختیم خود را بیرون میشد. و در این عصر ما شنیدیم که مسلمانان و مجاهدین در افغانستان از زیر یخ آب برداشتند و وضو گرفتند. یک مجاهدی عشق کرد و رفت دید تا اینها بالا همه دنیا یخ بنده، بالای جو هم یخ بسته، آب زده بالا پایین شده یخ بسته، از زیر یخ آب راه میره و اینها با یک بلای این یخ شکستن و یک سوراخ درست کرده از آنجا آب برمیدارن و وضو. حیران شد. ما این شنیدیم ندیدیم که مجاهدین از زیر یخ آب برداشتند و جهاد کردند و این امت محمد صلی الله علیه و سلم. این همونه که قرآن اینها را درست کرده هدی للمتقین. وقتی برگشت گفت کی اون انسان را وادار کرده بود که تو برو در این سرمای شدید لباس بکش یا با شورتی یا بدون شورت توی آب بی؟ کی اون را دستور داده بود؟ 1400 سال هم گذشته. اطاعت از پیغمبر کار آسانی نیست عزیز من. او یک مسلمانی بوده که 1400 سال قبل پیغمبر گفته کسی که ضرورت جنابت براش پیش آمد او باید غسل کنه، نماز بخوانه، غسل کنه، قرآن بخوانه، غسل کنه، توی مسجد بره. بدون غسل در مسجد نمیتونه بره، بدون غسل نمیتونه قرآن بخوانه، بدون غسل نمیتونه نماز بخوانه. او شنیده است، ندیده پیغمبر را. امروز اون شنیدن پیغمبر را وادار کرده است که لباس بکشه و در سرمای سخت و شدید چند درجه زیر صفر توی آب بره که بدون غسل نه من قرآن میتونم تلاوت کنم، نه در مسجد میتونم داخل بشم، نه نماز میتونم بخوانم. او را نه ماموری وادار کرده، نه ارتشی وادار کرده، نه فشاری وادار کرده، اون ایمان به رسول وادار کرده است که پیغمبر گفته بدون غسل این کارها نمیشن. لہذا اطاعت پیغمبر کار آسانی نیست. تا 3 شبانه روز شما برای یک قتل آبی لیتا و الله کردی، امروز گفتی حضرت اگر شما اظهار نبوت کنی لہذا مطاع میشی. همین سروران گرامی اطاعت از پیغمبر متقین می کنند و برای متقین آسان است. کار آسانی نیست. حتی اونهایی که متقی هستن یؤمنون بالغیب، به رسالت پیغمبر، به گفته‌های پیغمبر، به ارشادات پیغمبر بدون دیدن ایمان دارند. رسول پاک صلی الله علیه و سلم این امت‌های آخر را تعریف کرد، گفت برادر من است. خدا برادران من را مغفرت کن. صحابه ما برادرتون نیستیم؟ گفت نه شما صحابه منی. برادران من اونها که بعد من میاد و ایمانشون بالغیب، حتی به رسول هم ایمان بالغیب دارن. بله امروز مسلمان هایی هستن
و مسلمان هایی که من به عنوان نمونه حکایت کردم به خاطر یک گفته پیغمبر در اون سرمای شدید لباس میکشه و میره توی آب. یک بنده خدای دیگری بود بیشتر آب سرد وضو میگیره. گفت چیه؟ گفتن شنیده بود، حالا روایت که اندازه صحت و سقم دارد که قیامت میگن پهلوان کیه؟ فقط شنیده بود. گفت پهلوان کسی که با آب سرد وضو میگیره. او بیشتر با آب سرد وضو میگیره که دوست پهلوانان حساب بشه. اما مطابق اعتقاد خودش بنده خدا مغفرتش کنه، این اعتقاد رد شد. بله سروران گرامی، اینها هستن متقی که یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینجا یک اشکال مولایی ذالک اسم اشاره برای بعیده، ذا برای نزدیکه، ذا برای متوسطه، ذالک برای بعیده. کتاب که نزدیک بود بعید نبود. چطور گفت ذالک الکتاب؟ بعد اینجا گفته شده است بود دو نوع بود داریم، یک بود مکانی، یک بود رتبی. از نظر به اصطلاح مکان و زمان قرآن همینجا بود، لیکن از نظر رتبه از لوح محفوظ دارد. به این خاطر قرآن به اشاره به بود رتبی کرد که اون کتابی که از لوح محفوظ آمده است لا ریب فیه، شکی نیست در آن که در این کتاب از جانب رب العالمین هست. مرتاب که زیاد دارد، قرآن نمیگه شک کننده نیست، قرآن میگه ریبی در این کتاب نیست که جای دیگه تصویر کرده که از جانب رب العالمین. به اشاره بود رتبی شده. یا اینکه در تورات و انجیل و زبور اوصاف قرآن و تالیان قرآن و پیغمبر اسلام بود. اشاره کرده توراتی ها و انجیلی ها و زبوری ها همون کتابی که اوصافش در تورات و انجیل هست همین اون کتاب اینه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او متقین درست میگه، برای متقین هدایتیه. اینجا تحصیل حاصل هست. اشکال علم مولایی اونا که متقی هست، خب متقی هست، قرآن چطور اینها را هدایت میکنه؟ تحصیل حاصله. به این خاطر مفسرین معنا میکنن که از متقین مراد خائفین و منیبین، آنهایی که از خدا خوف دارند و انابت هدایت دارند، قرآن آنها را رهبری میکنه. اونا که انابت ندارند، در کلاس درس قرآن نمیان، در محضر قرآن نمیان، قرآن استماع نمیکنن، لا تسمعوا لهذا القرآن تصویب میکنن، قرآن برای اینها هیچ هدایتی نیست. لہذا المتقین بمعنی الخائفین و منیبین. و همین خاطر جلال الدین سیوطی معنی کرده الطائرین الی التقوی، اونهایی که به طرف تقوا انابت دارند و حرکت دارند، قرآن آنها را کاملا رهبری بود. لیکن آنهایی که به کلاس درس قرآن نمیان، بلکه هم تصویب میکنن که لا تسمعوا لهذا القرآن، و اگر کسی آمد دم در دعوت به قرآن داد و قرآن خوان والغوا فیه میگن، برای آنها قرآن هیچ سودی نیست. قرآن برای انابت کنندگان هدایت، آنهایی که انابت دارند، آنهایی که خائفند و در تلاش هدایت حرکت میکنند. از این متقین مراد اونهایی که الطائرین الی التقوی، به طرف تقوا قدم برمیدارند، انابت میکنند. قرآن در آنها و حقا همینطوره. کسی که سر کلاس قرآن نیاید، قرآن اونجا کجا اونا هدایت میکنه؟ صفات متقین بیان شد. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن عظیم الشان دو مخاطب داشت، امیین و بعد اهل کتاب. امیین اهل مکه بودند، قبل از هجرت قرآن با آنها جر و بحثی داشت و بر اعتقاد آنها قرآن حرف زد. بعد مخاطب دوم بعد از هجرت اهل کتاب بودند، علماء یهود، نصارا، این هست درویشای کلان
مفتیان عظام تورات و درویشان کله بلند تورات، اینها بودن اهل کتاب. روی سخن با آنها شد. باقی هم میگن این ثوت مال امیین، یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اونهایی که اهل کتاب بودن دو صفت بعدی برای آنها است که والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. الله تعالی مؤمنین اهل کتاب را صفت کرد که آنهایی هستند که ایمان به ما انزل الیک دارند، کتابی که به جانب شما نازل شده او را هم قبول دارند، کتابی که قبل از شما نازل شده اون را هم قبول دارند. و استثناء کرد و خصوصا به دار آخرت یقین دارند. اکثر یهودی ها بی ایمانی ها خرافاتی شده بودند. یکی عزیر را بین خود و خدا نماینده کرده بود و حساب و کتاب ما با عزیر، و یکی عیسی ابن مریم، اون بدبخت ها ایمانی به آخرت نداشت. اونها نماینده خدا در آخرت حضرت عزیر علیه السلام و حضرت عیسی ابن مریم را معرفی کرده بودند. الله تعالی فرمود نه، اونهایی که ایمان دارند از مخاطبین قرآن و اهل کتابن، اونها به آخرت ایمان دارند که حساب و کتاب و برنامه آخرت در قبضه قدرت الله سبحانه و تعالی. خدا به هیچ نبی و ولی حساب و کتاب آخرت را پرداخت نکرده که مفهوم مالک یوم الدین اوصاف ویژه هست. و بعد که میگن نه، این اوصاف خمسه هم مال امیینند و هم مال اهل کتاب. اهل کتاب هم یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون داشتند و امیین هم این صفات را داشتند. و امیین هم یؤمنون بما انزل الیک هستند و ما انزل من قبلک. اینجا هم به ختم نبوت اشاره شد که بعد از این ما انزل الیک دیگه کتابی نیست. اگر دیگه کتابی می بود صحائف سجادیه و فاطمیه و اینها هم وحی الهی می بودن، حتما خدا تعریفی کرد که این متقینی که قرآن آنها را متقی کرده، اونها یؤمنون بما انزل الیک، یؤمنون بما انزل من قبله و یؤمنون بما انزل من بعدک. چون بعد از پیغمبر هیچ صحیفه‌ای بر هیچ امامی و بر هیچ ولی نازل نشده. بعد رسول پاک صلی الله علیه وسلم ختم نبوت است و دروازه وحی الهی از روی محفوظ بسته شده. ایمان به ما انزل الیک هست، ایمان به ما انزل من بعدک هست، ایمان به ما انزل من قبلک هست، نه من بعدک. هیچ جای در قرآن آمده است. هر جا در قرآن آمده است قرآن بیان کرده. هم ایمان به ما انزل الیک و هم ایمان به ما انزل من قبلک، من بعدک نیست. هر جا قرآن همین تشریح اینا بیان میشه. کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ائمته که نیست. بله اگر وحی بر ائمه می آمد، وحی به ما انزل الی الائمه هم لازم بود که ما باید ایمان می آوردیم. الله تعالی فرمود اونهایی که ایمان دارن به ما انزل الیک و ایمان دارن به آنچه نازل کرده شده قبل از شما، تورات، انجیل، زبور و صحائف ابراهیم و دیگر انبیاء علیهم السلام، و بالآخرت چیزه صفت. غلام احمد قادیانی مدعی شد که بالآخرت چیزه صفت است، موصوفش نبوت است. چیه؟ موصوفش نبوت است. و بالنبوت الاخرت یوقنون. من لحاظ آخری نبی. اون دجال کسی نگفته که القرآن یفسر بعضه بعض. دا الاخرت صفته
الله تعالی برای این صفت موصوف ذکر کرده در قرآن. تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گفت اینجا موصوف محذوفه به دار الاخرة، یا اون نامش بود غلام احمد. در اونجا یاتی من بعد اسمه احمد، گفت که غلام را حذف کنید، احمد من مضاف غلام احمد. یکی که نامش غلام الله بود گفت غلام الله، غلامش را حذف کنید، من میشوم الله، منم الله، من تو را نبین لعنتی محبوس نکرد. یا عطا الله، من عطا الله هستم، عطای من را حذف کنید، من میشم الله، من این احمق را نبین نکردم. حالا سروران گرامی، دار صفت موصوفش را خدا در قرآن ذکر کرده. تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. پس اینجا به دار الاخرت هست، نه به نبوت الاخرت. اینها یقین دار. فهمیدید یا نه؟ یه جای دیگر فرموده ان الدار الاخرة لهی الحیوان. دار آخرت این دار جاودانی. پس آخرت صیغه صفت است، غلبه بر این پیدا کرده است علمیت و اسمیت. حالا اسم آخرت شده، اسم این جهان دنیا شده. این دنیا است که دنی و پسته، او آخره که بعد از این دنیا می آید. او آخره دیگه، این دنیا تمامه، او آخره دیگه، آخری نداره، آخره. اینها یقین دارن. خب ثمره اینها چیه؟ نتیجه اینها چیه؟ اولئک اسم اشاره هست، اشاره به طرف ذات و صفات. اون ذواتی که این صفات خمسه در آنها هست. ایمان بالغیب دارن، ایمان بالغیب به خدا، ایمان بالغیب به آخرت، ایمان بالغیب به رسالت، ایمان بالغیب به قرآن. هیچ بلاهی نآمده ما قرآن کتاب خدا قبول داریم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا. اینا همه ایمان بالغیب. فهمیدی یا نه؟ پس اولئک اسم اشاره به طرف ذات و صفات. ذواتی که این صفات را دارن در دنیا علی هدی من ربهم، سوار هدایت هست و هدایت مرکوب اینها. قرآن اشاره می کند اینها مسلط بر هدایت هست. آنهایی که ایمان بالغیب دارن، اقامه نماز می کنن و مما رزقناهم ينفقون می کنن، ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون هستند. اینها سوار هدایتن، هدایت مرکوب اینها، یعنی مسلط بر هدایتن. اولئک ثمره دنیا علی هدی من ربهم، اینها واقعا هدایت را دریافتند. اینها به اون چیزی که از خدا مسئلت کردن، اونها اون چیز را به دست آوردن و بر آن مسلط هم هستند. علا برای استعلاء، سوار هدایتن و هدایت مرکوب اینها. خب به آخرت چه؟ و اولئک هم المفلحون، اینها کامیاب الکامل فی فلاح اینا هست. اولئک هم المفلحون، اولئک علی هدی من ربهم. ثمره دنیا اینها بر هدایتن، ثمره آخرت اولئک هم المفلحون الکاملون. اینجا نوشته این رد معتزله. معتزله میگه کسی اگر گناه کرد او جهنمیه برای همیشه. مجرم را، گناهگار را جهنمی میسازن و دلیل میگیرن که بله کسانی که ایمان دارن و این صفات عملی را دارن و نماز صفت عملیه و مما رزقناهم انفاق صفت عملیه
ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک هم یک صفتی هم ایمانی هست و هم عملیه. ما انزل من قبلک نماز و روزه و حج و جهاد هم دارد و ما انزل من قبلک هم این چیزها را دارد. به این خاطر اینجا ما میگیم که کسانی که این صفات را دارند رستگاران کامل و درجه یک هست. لیکن گناهگار اگر بر اثر گناهش رفت توی جهنم، باز خدا به خاطر ایمان او را از جهنم اخراج میکنه. او خالد به نار نیست. لام المفلحون برای کمال است، یعنی در کمال رستگاری کسانی که این صفات را دارند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.